با عرض سلام با کاربران بینیت گیرومی و وفاداری رادیو آزادی. در آغاز باز یک روز نو من شعله گلخوجه در روبروی شما هستم و سپاس میگم از همراهیتون که هر روز ما رو تماشا میکنید و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو از رادیو آزادی میشنوید. امروز یک شنبه است 4 نوامبر و امیدوارم که روزی استراحتیتون با خوبی پشت سر خواهد شد و البته با رادیو آزادی میمونید. و مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زنی را بازداشت کردند که با بهانه تقسیم زمین نزدیاولیگی از محله خاورانی شهر دوشنبه 5 میلیون سومانی مردم را از خود کرده نه زمین داده است و نه پول را برگردانده است. مقامات میگویند حالا تحقیق پرونده دلارام سیفالله و 38 ساله ادامه دارد. و در بیش از 50 حالت فریب مردم متهم است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آخر هفته اعلام کرد که این زن خود را نماینده نهادهای دولتی معرفی کرده به باور ساکنان درآمده است. خود سیفالله و در یک نوار بازپرسی ماموران میلیسا گفته است مشتریان را به نزد زمین‌های هنوز تقسیم نشده خاوران میبرد و وعده میداد که از همین جا برایشان قطعه برای بنیاد خانه میدهد. یک منبع آگاه از قضیه روز 3 نوامبر گفت دلارام سیفالله و در پی شکایت زیاد ساکنان بازداشت از مردم بعد سالهای انتظاری و امروز و فردای سیفالله و به مقامات مراجعت کردند تا جلوی او را بکشند. در نواری که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پخش کرد، نیلوفر شویوا یکی از جبردیده ها گفته است بعد دلارام سیفالله و 18,000 سومانی داده بود. او گفت به ما وعده شد که آدمان را از نوبت میگیرند و نام ما را بر روی خط وارد میکنند، اما با گذشت 2 سال یگان چیز نگرفتیم. بختیار مرمرزاده یک مسئول ریاست امور داخلی شهر دوشنبه میگوید سیفالله و از هر طلبگار قطعه زمین شناسنامه اصلی و یا نسخه آن را گرفته است. او گفت هنگام تفتیش منزل اجاره که سیفالله و در آنجا زندگی و کار میکرد بعضی شناسنامه ها پیدا شده است. دلارام سیفالله و در بازپرسی های اول اعتراف کرده است که به خاطر جدا کردن قطعه زمین از محله خاوران دوشنبه از ساکنان سند طلب میکرد و بر اساس آن دل میساخت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان از ساکنان خواستند که به وعده فروش زمین باور نکنند چون به گفته آنها زمین ملکیت دولت است و خرید و فروش نمی شود. شرکت فراز برای آموزش 2 کان، یک کان طلا و دیگر کان سرمه در نویه عینی ولایت سوخت اجازت نامه گرفته است. سردار گیولوژی توجیک فهرست نوین شرکت‌های را که برای آموزش ثروت‌های زیرزمینی در تاجیکستان اجازت نامه گرفتند نشر کرد. بنا به این فهرست که روز 3 نوامبر دسترس رادیو آزادی شد، شرکت فراز برای آموزش کان طلای عقابخانه و کان سرمه پهندره در نویه عینی تا سال 2022 اجازت آموزش را به دست آورده است. فراز از بزرگترین شرکت‌ها در تاجیکستان به حساب می‌رود که تجارتش چند ساحه را در بر می‌گیرد. این شرکت تجارتش را در عرصه طب از جمع‌آوری شیره کمال شروع کرد که برای استحصال چندین نوع دارو اشیاء خام به حساب می‌رود. شرکت در جنوب کشور سرپنتاری و یا مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در آن بیش از 500 مار عفیف و عینکدار نگهداری می‌شود. از این زهر مار نیز استحصال میکنند که در طب برای تهیه پوزهرها به طور گسترده استفاده میکرد. شرکت فراز همچنان در وارد کردن سوز شواری به مثل گاز و بنزین پیشتاز است. نشر شهادتنامه رانندگی، رقم ماشین، تعلیم مهارت رانندگی، سوغورته نقلیات و تشخیصگاه‌های موثر طبی نیز از تجارت‌های پردرآمد فراز هستند. چند سال پیش شرکت مجمع لیژرانی سفید دره در نویه ورزاب را نیز از دولت خریده و با خرج بیش از 80 میلیون سومانی آن را بازسازی کرد. همکنون این موضع با تناب راه 2 کیلومتری موثر تامین است و علاقمندان لیژرانی و ورزشکاران آن را از بهترین موضع‌ها در آسیای میانه می‌دانند. شرکت فراز اسم مالکان واقعی خود را باری هم نشر نکرده است، ولی رسانه‌ها بارها گزارش نشر کردند که آن به یکی از افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد. رو میارم به خبرهای خارجی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که دستور قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و مخالف سیاست‌های ریاض را بلندترین رده حکومت سعودی داده است. اما اردوغان افزوده است که گمان نمی‌کند پادشاه عربستان سعودی شخصاً در این کار دخیل باشد. اردوغان این را در یک مقاله که روز 2 نوامبر در روزنامه واشنگتن پست نشر شد ابراز کرده است. خاشقجی که برای این روزنامه کار می‌کرد 2 اکتبر پس از ورود به بینای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را اول نفسگیر و سپس جسدش را پاره کردند. مقامات عربستان سعودی قتل خاشقجی را در داخل کنسولگری تصدیق نمودند.
در عین زمان مطبوعات پاکستان میگوید مولانا سمیع حق که بنابر تعلیم دادنش به بعضی رهبران جنبش جنگی پدر طالبان نیز میگفتند در یک حمله کشته شد. شبکه محلی تلویزیون جیو نیوز روز 2 نوامبر با تکیه به گفته حمیدالحق پسر این روحانی گفت که حملگری ناشناس پدرش را با کار در محل زیستش به هلاکت رساند. خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته یوسف شاه معاون مولانا سمیع حق و همچنین یکی از نزدیکان او گفت که حملگران ناشناس روحانی را با تفنگ کشتند. سمیع حق که 80 سال داشت به مکتب اسلامی در منطقه خیبر پختونخوا رهبری میکرد. مطبوعات پاکستان میگویند که سمیع حق در انتخابات پارلمانی ماه یولی سال روان از حزب طریقت انصاف پشتیبانی کرد و حزب پیروز شد. حزب نخست وزیر عمران خان میخواست در پیشبرد اصلاحات مختلف از جمله معارف و مدرسه از نفوذ مولانا سمیع حق استفاده کند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که طی 3 ماه اخیر حداقل 4 مرد برای بدرفتاری با زنان بازداشت و مجازات شده است. همه شکایت‌ها از طرف بانوان پایتخت بوده است. در 2 هفته اخیر حداقل 2 دختر دیگر تاجیک توسط شبکه‌های اجتماعی از وجود آزار لفظی جنسی در دانشگاه‌ها شکایت کردند. از جمله دانشجوی نمایندگی دانشگاه دولتی مسکو و در شهر دوشنبه ادعا دارد که یک آموزگار دانشگاه اسلوونی تاجیکستان و روسیه به او گپ پرتافته است و باید برای چنین رفتار از کار خارج کرده شود. او روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نسخه شکایتش به مسئولان دانشگاه و همین طور مقامات آمده است و در زودترین فرصت سپرده خواهد شد. اما مسئولین دانشگاه اسلوونی تاجیکستان و روسیه دعواها اطراف بدرفتاری آموزگار را رد میکنند. آموزگار در نوبت خود میتواند برای شهر آبروریزنده دانشجو به مقامات انتظامی شکایت برد، گفتند در این دانشگاه. نخستین درخواست رسمی برای مجازات مردانی که زنان را آزار لفظی میدهند و نسبت به آنها بدرفتاری میکنند ماه ایول امسال به شهرداری دوشنبه ارسال شد. به دنبال شهرداری گروه کاری تأسیس داد و گفت که رفتار مردان را در کوچه ها 2700 دستگاه ثبت نظارت خواهد کرد. به گفته افراد آگاه بدرفتاری بعضی آموزگاران با دختر دانشجو پدیده نو نیست. آنها میگویند از قبل موردهایی بود که آموزگاران با استفاده از موقع با دختران پیشنهادهای محرمانه میکردند. مقامات وزارت معارف و دانشگاه کشور میگویند که در این باره تا به حال یگان شکایت رسمی نگرفتند. خود دختران میگویند به خاطر وابسته بودن سرنوشت چند ساله تحصیلشان به دانشگاه و آموزگار و هم از ترس والدان و بدنام شوی همیشه در برابر چنین حادثه ها خاموش میماندند یا فقط با درد دل کردن به همسبقان نزدیک خود اکتفا می‌ورزیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً در نشست بخشیده به جلوگیری از هراسمنت از افزایش مراجعت زنان و دختران در مورد بد اخلاقی و حمله های لفظی مردان در کوچه خبر داد. این هم به گفته مسئولین وزارت بیانگر با جرأت‌تر شدن دختران است. به عنوان که شکایت کردند در اکثر حالت ثبت اعمال ناشایسته جوانان را طریق شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبیل خود در اختیار پلیس گذاشتند. اما بعضی از مردها میگویند همه گونه شکایت باید جدی و منصفانه تحقیق و بررسی و به آن رسیدگی شود، وگرنه بعضی زنان میتوانند از این طریق از مردهای نامقبولشان انتقام بگیرند و جزا بدهند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کرده است که سال 2019 را سال امنیت عضوقه غذایی تازه و طرز حیاتی سالم اعلام کنند. شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار ریاست تشکیل خدمت‌رسانی‌های طبی به مادر و کودک و تنظیم عالی وزارت تندرستی روز 2 نوامبر در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت امنیت عضوقه و غذای سالم از مسائل استراتژیکی به شمار می‌رود. او گفت غذایی که حالا اکثر اهالی تاجیکستان استعمال می‌کنند با معیارها موافق نیست. از همین سبب تقریبا 40% زنها وزن زیاد دارند، 11% لاغرند و 28% کودکان با قدپستی و کم وزنی مواجهند. افزود او تقریبا هر سال در تاجیکستان به موضوع و مسئله بخشیده می شود و سال 2018 از طرف حکومت سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. در این سال مقامات و مردم تلاش دارند که سیاحان بیشتر را به منطقه کشور جلب کنند و هم پیوسته نمایش هنرهای مردمی برگزار میکنند. از آن پیش تاجیکستان سال آبی تازه، امام اعظم، سال اوله و تکنولوژی نو را اعلان کرده بود. و دسته استرافشان شهر استرافشان که غالب مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان گردید، حقوق پیدا نمود سال آینده در لیگ عالی اشتراک نماید.
خب استرافشان که پیشکی با 67 امتیاز با گرفتن مدال های طلا دست یافت در دوری آخرین در مهمانی از تیم وحدت شهر وحدت با حساب 0-1 مغلوب شد. ضمناً این یگانه باخت فوتبال بازان شهر استرافشان در موسم سال 2018 به شمار می رود. به دسته اسخط خوجند که با 61 امتیاز در زینه دوم قرار گرفت مدال های نقره سپرده می شود. خوجندی ها برای به لیگ عالی رو رفتند با دسته که در مسابقه امساله لیگ عالی جای هفتم رو بگیرد مبارزه میبرند. در دسته لیگ یکم بازی های موقوف گذاشته را انجام میدهند. برای مدال های برنجی دسته های وحدت شهر وحدت و سیر و کمر نویه 5 تلاش دارند. وحدت که با 51 امتیاز الان در جای سوم است موسم رو به انجام رساند. اگر سرای کمر در 3 بازی موقوف گذاشته پیروز شود صاحب مدال های برنجی میگردد. خب منتظر میمونیم و میبینیم که کدام دسته غالبیت رو به دست میارد و من از همه شما سپاس میگم بینندگان عزیز که ما رو همراهی کرده در این چند دقیقه و خبر و موضوعهای مهم رو از رادیو آزادی و از من شهلا گلخوجه شنیدید. تا روز دوشنبه و خبر های تازه در نویدی بامدادی. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.